سلام بینندگان ارجمند برنامه خبری و تحلیل اخباری آزادی. در 15 دقیقه ما تیم خبرنگاران رادیو آزادی در تاجیکستان و پراگ شما را با تحولات مهم امروز سه‌شنبه 14 ایول آشنا میکنیم. خبر امروز هم زیاد است و حالا با چندی از موضوعهای نشر شناس شوید. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا ایران را با پایمال نمودن اعلامیه تفاهم درباره آتش بس متهم کرده. گفت که محاصره گذرگاه هرمز برقرار می شود. ما آنها را امشب هم میزنیم و تمام اقتدار را که می توانند ضد گذرگاه هرمز استفاده کنند از بین میبریم. آمار مقامات روسیه میگوید که تاجیکستانی ها برای گرفتن شناسنامه شهروند روسیه در جای اول می ایستند. مقامات در تاجیکستان میگویند جای برای نگرانی نیست، منقدان نظری برعکس دارند. برگرهای ما کرم ندارند. مدیری از ناعادلانه بسته شدن آشخانه خصوصیش در کلوب به دادستانی شکایت کرده است. همراهشان یک کارمند سس رو گرفته ما تشخیص دادن. از کفل ما یگان خیلی کریم هم خیلی چیز دریافت نکردن. رسانه‌های ایرانی از شنیده شدن صدای چندین ترکش در غرب بندر عباس و بوشهر و چغادک خبر دادند. این در حالی است که شب گذشته ارتش آمریکا در رفت عملیاتی که به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا 5 ساعت طول کشید به هدف‌های در قسمت‌های مختلف ایران از جمله بوشهر، چابهار، چاسک، ابوموسی و بندر عباس ضربه زدند. جزئیات تحولات اخیر در گزارش میرزا خالقزاد. مقامات نظامی آمریکا گفتند با هدف‌های در درونتری خاک ایران حمله‌های نوی هوایی انجام دادند تا امنیت گذرگاه هرمز تأمین شود. چند ساعت پیش از این پرزیدنت دونالد ترامپ گفت این دالان مهم آبی تحت محاصره قرار می‌گیرد. مطبوعات رسمی ایران از چند ترکش در جزیره‌های واقع در ساحل‌های جنوبی کشور از جمله کش، قشم و ابوموسی گزارش داد. ضربه‌های اخیر علامت پایمال شدن تفاهم‌نامه ماه گذشته می‌باشد که آتش بس را در دوره مذاکرات صلح بین آمریکا و ایران پیش بینی می‌کرد. رسانه‌های آمریکا روز 13 ایول نوشتند دونالد ترامپ در روزهای استراحت گذشته کنگره را آگاه کرده است که ایالات متحده بار دیگر با ایران وارد جنگ شد و از این عملیات حربی 60 روز دوام می‌کند و برای آن اجازه اعضای نهاد قانونگذار لازم نمی‌شود. ترامپ شام دوشنبه در صحبت با خبرنگاران در کاخ سفید گفت حمله‌های نوبتی با مقصدی از بین بردن توانمندی‌های ایران برای به هم زدن انتقال بار توسط گذرگاه هرمز انجام می‌شوند. با باور من همه چیز با سرعت پیش می رود. ما ارتش آنها را خراب کردیم. ما به آنها ضربه های شدید میزنیم. سازشی که دیروز یا یک روز پیش از آن داشتیم تمام شد. آنها موافقه ها را همان زمان ویران کردند چون چیزی در این سازش ها به آنها خوش نآمد. رفتار آنها دیگرگونه است و ما این را تحمل نخواهیم کرد. ما پیش رفتن میگیریم. ما آنها را امشب هم میزنیم و تمام اقتدار را که میتوانند ضد گذرگاه هرمز استفاده کنند از بین میبریم. در نهایت ما به نظارت همه چیز دست می‌یابیم. ترامپ همزمان افزود با وجود 3 شب حمله‌های پی هم به ایران شانس قبول سازش برای ختم درگیری همانا وجود دارد. چند ساعت پیش از این رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبهش با فاکس نیوز گفت ایالات متحده می‌تواند نظارت بر آبراه هرمز را به دست آورد. توسط این گذرگاه مهم روزانه از 5 حصه مواد سوخت جهان انتقال داده می‌شود. کمی پیشتر از این اظهارات ترامپ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با نشر بیانیه گفت یگانه راه برقرار کردن عبور و مرور کشتی ها از این گذرگاه ختم مداخله حربی آمریکا با این راه مهم آبی می باشد. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان از مسئولان اداره زندان‌های تاجیکستان تقاضا نمود که از قانونشکنی‌ها در میان کارمندان سرریاست اجرای جزا که باعث ویران شدن حقوق بازداشت شده‌ها می‌گردد پیشگیری نمایند. این نکته را صبح 14 ایول پرزیدنت ضمن سخنرانی به مناسبت افتتاح بینای نوی وزارت عدلیه تاجیکستان اظهار نمود. پرزیدنت اینچنین تطبیق درست و بی‌غرضانه قانون درباره عفو را تقاضا نمود. ضمناً یکی از تنقیدهای این قانون به عفو نشدن محبوسان سیاسی ربط دارد. عظمت شامبیلوف رئیس مرکز بین‌المللی رشد و عدلیه که یک همکاری تاجیکستان در اصلاحات نظام زندان ها می باشد اعلان قانون عفو و آزادی هزارها تن از زندان و
جوابگری را در تاجیکستان تصمیم خوب اما در عین زمان حل کوتاه مدتی مسئله می‌داند. در صحبت پیش از برنامه شنبیلوف پرسیدم نظری او به قانون عفو که نسبت به 18,000 کس تطبیق می شود چی است؟ تجربه اعلان عفو در کشورهای آسیای مرکزی رایج است، اما در تاجیکستان از همه بیشتر معرکه عفو راه اندازی می شود. ولی باید گویم که عفو در اصل حل کوتاه مدتی مسئله دانسته می شود. ما بر اساس تحقیقات زیاد مشورت های خود را به حکومت ها پیشکش می کنیم و می گوییم که عفو در دراز مدت مشکل پر بودن زندان ها را حل نمی کند. چرا عفو می شود؟ برای کم کردن خراجات مؤسسه های اصلاحی و هم برای قبول شماره زیاد آنهایی که برای گذشتن از بازداشتگاه به محبس ها منتظر نشستند. چند عاملی اساسی است که به عفو پیوند می‌گیرد. یکم این تعداد زیاد حکم‌های عیبدارکنی است که دادگاه‌ها صادر می‌کنند. ما می‌دانیم که تاجیکستان یکی از آن دولت‌هایی است که دادگاه‌های سال گذشته تقریباً در 100% حالت‌ها حکم‌های عیبدارکنی صادر کردند. سال‌های از آن پیش تعدادی کمی به اصطلاح سفید می‌شدند. این به چی معنی است؟ این به معنای آن است که مؤسسه‌های اصلاحی پر می‌شوند. دادگاه‌ها به دستگاه یا ماشین تبدیل شدند که آدمان را راست به مؤسسه‌های اصلاحی می‌فرستند، یعنی آنها برای نظام اصلاح جنایی مشتری پیشکش می‌کنند. و عامل دوم این است که چاره‌های الटरनेटिव्ی جزا به مثل آزادی شرطی وجود ندارد. در تاجیکستان این نظام در حال تکمیل شوی است ولی عملاً وجود ندارد. و سوال دیگرم این بود که چرا عفو را او چاره موقتی میداند در حالی که ما میدانیم هزارها نفر مشتاق آزادی و قبول این قانون بودند. ما درباره عفو همچون یک معیار نامؤثر حل مشکل کاهش محبوسان از نظر تجربه جهانی صحبت میکنیم. این مسئله را در کشورهای اتحاد اروپا مدت‌ها پیش در کردند. اگر به کشورهای اتحاد اروپا نگرید میبینید که بار آخر شاید سالهای 90 عفو اعلان شده است. حالا ما در تاجیکستان 18,000 نفر را عفو میکنیم. از اینها 6 تا 8,000 نفر مورد تفتیش قرار دارند و تقریباً 10,000 نفر از زندان آزاد یا مهلت حبسشان کم میشود. ولی تحلیل ها نشان میدهد که بعد 3، 4 و 5 سال زندان ها دوباره پر می شوند. تخمینا نصف آنها کسانی هستند که مورد عفو قرار گرفتند. باید یک چیز درست درک کرده شود که بعضی آدمان آزاد می شوند اما در آزادی دور و دراز ایستادن نمی توانند. چرا؟ چون که مردم در آسیای مرکزی گناه محبوسان سابق را به آسانی نمی بخشند. به جامعه باید نمونه های خوب را نشان داد، نمونه های واقعی را. اگر آدم بعد رهایی از زندان اصلاح شد و در شرایطی به سر میبرد که دیگر دست به جنایت نمیزند، نه تنها در نوار تلویزیونی بگوید که من دیگر جنایت صادر نمیکنم، بلکه با تجارت و تحصیلش این را نشان دهد. اون وقت مناسبت دیگر می شود. تشکر از احمد شنبیلوف، رئیس مرکز بین المللی رشد و عدلیه هم صحبت ما بود. بینندگان ارجمند، شما در این باره چی اندیشه دارید؟ فکر و نظر خود را زیر همین برنامه نویسید. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. بر اساس آمار رسمی روسیه، تاجیکستانی ها بیشتر از دیگر شهروندان برای گرفتن شناسنامه روسی تلاش می‌ورزند، یعنی در جای اول بودند. تا کجا آمار افزاینده داوطلبان شهروندی مورد نگرانی مقامات در تاجیکستان است؟ کارشناسان هشدار می‌دهند که در آینده این روند می‌تواند پیامدهای خیلی جدی داشته باشد. موضوع را همکارم ارشاد سلیمانی ادامه می‌دهد. شما اوید به نتیجه های فعالیت 6 ماهه ما. وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان صالحه خال محمدزاده شهروندی روسیه شدن 850,000 تاجیکستانی را در 10 سال اخیر مایه نگرانی نمی‌داند. او در نشست خبری روز 13 ایول در دوشنبه گفت آنها در هر صورت تاجیک باقی میمانند. این خواهش هر یک شهروند است، چون اون دیاسپوراها و هموطنان برون مرزی که در فدراسیای روسیه و دیگر دولت‌ها فعالیت میکنند، گرچند که شهروندی هم داشته باشند، برای آبادی کشور در ساختمان بنگاه و مؤسسه‌های تا مکتبی و مؤسسه‌های تعلیمی و مکتب و معارف و تندرستی و بناهای استقامتی سهم ارزنده خود را میگذارند. تنها در 2 سال اخیر 120,000 تاجیکستانی شهروند روسیه شدند. این آمار را سفیر روسیه در تاجیکستان سیمیان گریگاروف در صحبت با خبرگزاری دولتی تاس گفته است.
با این نشانداد شهروندان تاجیکستان سال 2025 در رویخط خارجیانی که شهروندی روسیه را صاحب شدند جای اول را گرفتند. جامعه شناس شهرت لطیفی بر این است که شهروندی روسیه شدن چنین شماری از تاجیکستان ها نه تنها امتیاز بلکه خطرهای جدی را هم پیش بینی می کند. فشار روسیه هرگاه میتواند نه فقط مهاجران پیشتر گویم تنها ما گفتیم که مهاجران استفاده میکنند، حالا امکانات بیشتر میشود استفاده برای اون شخصانی که دو شهروندی دارند. این هم یک گویم اگر اهرام فشار نسبتی دولت تاجیکستان است. اما پروفسور مظفر علیموف زیاد شدن تاجیکستانی های شهروند روسیه را در دراز مدت خطری به خود تاجیکستان نمیداند. برعکس با روسیه بودن، از امکانات روسیه استفاده بردن برای تاجیکستان فایده میارد و ضرر کمتر است. تا سال 2021 تاجیک ها در دریافت شهروندی در روسیه پس از اوکراینی ها در جای دوم قرار داشتند. با آغاز جنگ روسیه در اوکراین و حادثه حمله به تالار کراکوسی کنار مسکو که روسیه چند زاده تاجیکستان را عامل آن دانست، این شماره کاهش یافته بود. میان تاجیکستان و روسیه از سال 1995 سازشنامه‌ای بین دولتی بسته شده است که داشتن دو شهروندی را امکان می‌دهد. سال 2008 روسیه با بهانه حفظ شهروندان سرشمار خود در گرجستان به این کشور هجوم کرد و دو منطقه آن را به قلمروهای مستقل اما وابسته خود تبدیل داد. در منطقه کولوب رهبر یک آشخانه خوراک زودپخت از بالای قرار بستن در این مؤسسه شکایت دارد. او میگوید مقامات کارخانه او را در ویران کردن معیارهای بهداری خوراک ایبدار میکنند و این کار آنها به گفته‌اش ناعادلانه است. چرا آشخانه نسیم عثمانوف که درآمد و معیشت زندگی او و همکارانش را تأمین میکرد بسته شد؟ محمد وفا رضازاده موضوع را ادامه میدهد. ماموران ملیسا در شهر کولا به در دکان نسیم عثمانوف که سر مشتری بود مهر زده آن را برای زمانی نامعین بستند. به قول صاحب کار دلیل مقامات انتظامی این بوده است که صفت خوراک‌های برگر هاوزی او پست است و گویا یک مشتری هم در این باره شکایت کرده است. نسیم عثمانوف میگوید پیش از آن که به دکانش مهر زده شود ناظران ساحه بهداشت محلی کاری او را سنجیدند اما مشکلی نیافتند. گالانکای منطقه اومدن، начальник چمقاتنی برای منطقه کارکای کامران. سبب محکم کردنشون شکایت یک شهروند که گویا ایما یک برگر گرفته برده در خونه‌اش از درون این برگر انا کیر میافتاد. با برگر کارخانه ما اومده تشخیص گرفتند. همراهشون یک کارمند سس رو گرفته اونا تشخیص گرفتند. از کوفت ما یگان خیلی کیریم اون خیلی چیز دریافت نکردن. نسیم عثمانوف بسته شدن دکانش را غیر قانونی از روی خصومت و برخلاف مراتاریا نسبت به تاجران دانست. وی میگوید مشکلی به این مانند سال گذشته نیز پیش آمده تنها با دخالت سردار ریاست اموری داخلی ختلان حل شده بود. حالا صاحب کار برای تحقیق منصفانه به دادستانی شکایت کرده است. به وقتی که من بر نزد اونها رفتم دیدم که مثلا ما رو گوش نمیکنن، کار اختیارشون میکنن، کارخانه ما رو نمیکشن. من مجبور شدم با پروکراتور شهر کولوب رفتم، هم پروکراتور منطقه و هم شهری را عریضه کردم سپردم. کامران شریف زاده سردار شعبه تفتیشاتی پلیس در منطقه کولوب به زنگ تلفنی ما پاسخ داد اما با شنیدن سوال گوشی را گذاشت. در مرکز بهداشتی شهر و منطقه کولوب روز 9 ایول بر رادیوی آزادی گفتند با صاحب کار یگان مشکل ندارند و سنجش نشان داد که همه چیز طبق قاعده بهداشتی است. نسیم عثمانوف میگوید تنها در 4 روزی بسته بودن دکانش هزارها سامانی زیان دید، چیزی که او نه پشتیبانی از صاحب کارانی خورد بلکه پیش پا زدن آنها مینامد. بینندگان ارجمند، این بود برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی که شما را با مهمترین تحولات در تاجیکستان و جهان آشنا کرد. برای همراهیتان تا این لحظه ها سپاسگزار هستیم. فعلا از ما همین، خداحافظ.